بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک سری داستانهای پند آموز دیگه خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو قرار داستان یک مردی رو بگم که به مادرش اهانت میکنه و کم محلی میکنه و سرنوشتش در آخر که چجوری فرزندانش باهاش رفتار میکنن. بعد این ویدیو مطمئنم رفتارتون با پدر و مادر، به خصوص مادر، خیلی تغییر میکنه و دوست دارم دل بدید و این داستان رو بشنوید. میگن مردی بود که ازدواج کرده بود و روز اول که مهمان خانواده شوهر بودن، ناهار شوهر این مرد سهم بیشتری از غذا رو به عروس تقدیم میکنه و با احترام، ولی سهم کمتری رو به مادرش تقدیم میکنه ولی احترام نمیذاره و اهانت میکنه. عروس هنوز این لحظه رو میبینه، درخواست طلاق میکنه و میگه اصالت توی ذاته و من دوست ندارم از تو فرزندی داشته باشم، چون مطمئنم فرزندانم مثل تو به من که مادرشون خواهم بود اهانت خواهند کرد. و عروس با تدبیر ما از این مرد طلاق میگیره. حالا متاسفانه تو این روزگار ما عروس ها فکر میکنن اگه بر مادر شوهر چیره بشن و بتونن شوهرشون رو بکشن سمت خودشون شاهکار کردن، ولی اینجوری نیست عزیز من. بریم سراغ ادامه داستان. این زن با تدبیر از این مردی که به مادرش اهانت کرده بود جدا میشه و با یک مردی ازدواج میکنه که به مادرش با احترام رفتار میکنه و صاحب فرزندانی هم میشه. یک روز که با فرزندانش در حال مسافرت بودن، فرزندانش هم خیلی بهش احترام میگذارن و کمکش میکنن. به یک قافلی برمیخورن که یک کاروانی هست که یک پیرمرد پشت کاروان داره میاد و این زن این پیرمرد رو میشناسه و میره بهش میگه که آیا منو میشناسی؟ گفت نه و میگه من همسر سابقت بودم و ازش میپرسه که این قافله کیه؟ گفت فرزندانم هستن و به من هیچ اعتنایی نمی کنن و احترامی از من نگه نمی دارن. و زنه بهش میگه دیدی گفتم اون روز که اگه احترام نگذاری احترام تو نگه نمی دارن. و پیرمرده به اون حرف اون زنه میرسه و بهش میگه ببین فرزندان من چقدر احترام منو دارن و به حرفم گوش میدن، چون اصالت توی ذات آدمه، هرچی بکاری همونو درو میکنی. یادمه یه روز وسط گچکاری بودم، دستام پر گچ بود، گچ هم داشتم که داشت سفت میشد که گوشی زنگ زد و مادرم بود. با بی‌حوصلگی و اعصاب خوردی گوشی رو جواب دادم و گفتم مادر من الان گچ دارم سفت میشه و سری قطع کردم. شاگردم که این صحنه رو دید گفت من اگه وسط بتون ریزی هم باشم مادرم زنگ بزنه جوابشو میدم، چون یک روزی دیگه زنگ نمیزنه. یعنی این حرفش مثل یه پتکی بود که خورد تو سرم. شبش رفتم خونه، خیلی فکر کردم، دیدم واقعا راست میگه. یه روزی میرسه که دیگه مادر به همون زنگ نمیزنه و اون روز خیلی دیره. رفتم خونه و با معذرت خواهی گفتم مادر نفهمیدم، اشتباه کردم و از اون به بعد احترام مادرم رو خیلی بیشتر داشتم، چون دوست نداشتم که رفتاری که اون روز با مادرم داشتم فرزندم با من داشته باشه، چون هرچی بکاری همونو درو میکنی. آره رفیق، اگه مادرت زنده است قدرش رو بدون، اگه پیش خداست پنجشنبه جمعه ها برو و یه فاتحی نثار روحش کن یا یک صدقی بده، حتی با یک دونه خرما، چون
مادر گنجینی که اگه از دستش بدی دیگه بر نمیگرده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم. اگه دوست داشتین ویدیو رو برای اون سری افرادی که احترام نگه نمیدارن یا قدر مادرشون رو کمتر میدونن بفرست تا ببینن، شاید تلنگری بهشون بخوره. و ازت میخوام که این ویدیو رو لایک کنی تا به افراد بیشتری دیده بشه و اگه این چنل رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن رفیق تا ویدیوهای بعدی ما از دست ندیم. امیدوارم شاد و سرحال و تندرست باشی تا یک ویدیوی دیگه. بدرود رفیق.